بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز. امروز میخوام در شما وسایل سرجری مخصوصا در بخش سیزارین، وسایل را که زیاد مروج و قابل استفاده است براتون به معرفی کنم. اولین وسیله که دیجا داریم تاول کلمپ، به خاطر بستن موشیت روی مریض استفاده میشه، اون تاول کلمپ میشه. دوم وسیله بلید هولدر است که یا دسته پل که میگیم دیگه، به خاطر شق جراحی پل به این میندازه و شق جراحی اجرا میکنه. و دیگه وسیله که داریم داخل سیت یک پنس راست است بدون دندانه و دیگه پنس دندانه دار. دو نوع پنس داریم. دیگه وسیله که در اینجا زیاد مروج است به نام کوخر یاد میشه که کلان خود متوسط هر سه نوع در سیت سیزارین موجود میشه، یا سیت کوخر. و دیگه این وسیله که میبینیم به نام الیس یاد میشه. الیس دوتا است. دیگه نیدل هولدر یا سوزنگیر که هم روی بخیه زده میشه. دیگه سوزن هم روی محکم میگیریم و بخیه میزنیم و از این خورد و کلانش وجود داره. دیگه پنز 8 داریم. این وسیله که شما میبینیم زیادتر مثل همین وسایل بولانی پزی که میگن بولانی ریتو. دیگه پنز 8 است. بعد از اون ریترکتور دارم که رو به نام ریک معمولا یاد میکنه. این دو نوع ریک خرد و کلان که به خاطر بطن است. دیگه میره هم ریک میگن، هم ریترکتور. زیادتر ریترکتور اسم عمومی است و این به نام ریک میشه. و این هم شکل دیگه از ریترکتور است که به خاطر بطن استفاده میشه. دیگه در این سیت ما انواع قیچی ها داریم که میبینیم انواع قیچی مختلف به خاطر شق. قیچی کت است که به خاطر بریدن و قیچی میتس است که به خاطر یعنی کند است، به خاطر واسه به امساج نرسانه. مثلا قیچی سه نوع قیچی اینجا داریم استفاده میشه. و این کاسه را که شما میبینید کاسه پایدین است. داخل از پایدین و محلول هایی که در جریان عملیات ضرورت شد از این کاسه استفاده میشه. و این را که شما میبینید شریانگیر میگه. در عموم خرد و کلان هر رقم داره و اصطلاح انگلیسیش میشه فورسیپس یا آرتری فورسیپس. این شریانگیر میشه. و آخر هم یک سینی داریم یا پتنوس که به نام سامانگیر یاد میشه. تمام وسایل داخل این سینی موجود نمیشه.